یکی بگه های تو بایزید، یکی بگه های تو جنید بغداد، های تو عارف، های تو حاجی، های تو صوفی، های تو تبلیغی، های تو پرانه. این حرف ها مثل قل و زنجیره، تو رو از بلند شدن جلو تو میگیره. کاری بکن که سر زبان ها نیفتی، دنبال شهرت طلبی نباشی، دنبال جاه طلبان نباشی، خودتو هیچ کن، دست پایین بگیر، تو تواضع رقابت کن، تو فروتنی رقابت کن، نه تو جاه طلبی. اگر میخوای تو از قرآن هم بتونی بهره ببری، اگر میخوای از همنشینی صالحین هم بهره ببری. چون جاه طلبی که آمد حجاب میشه، جاه طلبی که آمد من احساس کمال میکنم، دیگه تو خودم نیاز نمیبینم. من چه نیازی دارم از این بشنوم؟ من چه نیازی دارم این میخواد منو عیب منو به من بگه؟ من چه نیاز؟ من بهتر همینه که خودت رو از شهرت طلبی ها، از جاهایی که نگاه های مردم بر تو معطوف میشه، خودتو نجات بدی. نه تنها تقاضای تدین همینه، بلکه تقاضای تعقل هم همینه که ما از شهرت طلبی دست بدیم.